نام این خورش آبک، خورشی از استان گیلان و بیشتر شهر لنگرود که مزه و عطرش برمیگرده به ترکیب و نحوه خرد کردن و ساییدن سبزی‌ها. ببینید خرگوش خوندن؟ پیشنیز؟ یکم جعفری و البته ترشه‌واش که ما هم نداشتیم و به جاش کتکوتو استفاده کردیم به همراه مقدار کمی نعنا. گام‌های بعدی به ترتیب شستن و خشک کردن سبزی‌ها و سپس خرد کردن اونها با چاقوست. اینجاست که دیگه باید بهش سیر رو هم اضافه کنیم. میشه یکم دیگه سبزی‌ها رو با چاقو بیشتر خرد کرد تا در هنگام استفاده از چرخ گوشت برای ساییدن سبزی‌ها نتیجه بهتری گرفت. خیلی عالیه. سرخش کنه؟ الان دیگه میتونیم سبزی‌ها رو سرخ کنیم. ادویه ها هم همین زمان میتونید بهش اضافه بکنید. و ما هر وقت اینو میپزیم این جمله رو تکرار میکنیم. خدا پدر مادر تو رو بیامرز. مرغ و پیاز و ادویه و نمک پس از دیدن یه حرارت ملایم. بعد از اون همه مواد رو بهش اضافه میکنیم. من یکم قوره هم میریزم به خاطری که مطمئن بشم که ترش میشه. خب در قابلمه رو میگذاریم که یکم خورش جا بیافت. یکم که خورش جا افتاد و آبش کم شد بادمجونای سرخ شده رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم یه چند تا جوش دیگه هم بزنیم. تموم شد دیگه، خورش آماده است.